در روز ششم قهرمانی جهان نیز وطنداران جودو از نشانهای افتخاری محروم گشتند. برای مدال طلای وزن تو 78 کیلوگرم میان بانوان ما جنجاو از چین و مایرا اگر از برزیل دست به گریبانی هم شدند. مایرا اگر در ثانیه‌های اول یک وزن ریکورد کرده همین برتری را تا آخر نگاه داشت و قهرمان جهان شد. این اولین نشان پر افتخارترین مایرا در مسابقات سطح بلند به حساب می رود. یگانه شانس به دست آوردن نشان را در این روز رقابت‌ها از ژاپن تنها شامی کامادا در میان بانوان داشت، ولی در رقابت برای نشان برنجی از جودوکاری با مهارت اوکراینی یلیزاوتا لیتویننکو در دقایق اول شکست خورده از این مدال محروم گشت. مدال برنجی دوم این وزن را بیاتا پاتسود از لهستان صاحب شد. در وزن تو 100 کیلوگرم میان مردان برای نشان زرین مسابقه میزبان قهرمانی جهان مظفربک تورابویف و کایل ریس از کانادا رقابت نمودند. در یک رقابت طولانی که تا زمان طلایی جودوکاری ازبک با دو آگاهی گرفتش در خطر قرار داشت، ولی در گلدن اسکور توانست حریفش را مواجه شکست نمودن نشان طلایی دوم ازبک را در قهرمانی جهان به دست آورد. دو مدال برنجی وزن مذکور را مایکل کورل از هلند و کاتسوف زلیم از آذربایجان به خود اختصاص دادند. بعد 6 روز رقابت‌های قهرمانی جهان ژاپن با 10 مدال همان صدرنشین میباشد. تیم برزیل با 2 مدال طلا و 1 برنجی در زمینه دوم موقع گرفته است. بعد نشان زرین به دست آورده مظفربک ازبکستان به مقام سوم جدول عمومی مدالیست‌ها برآمد.